ماینکرافت به فارسی، یعنی 4 ماینکرافت. خب بچه ها تو قسمت قبل که دیدین حتما مطمئن باشم دیده باشین. آخه یه سیده میگه نیدی. خب تو قسمت قبل دیدین که چی کار کردیم. همین قسمت های قبلی رو نگاه نکردین بیاین تو پیجم فیلم ها رو نگاه کنید. خب بچه ها الان ما میریم زنیم اینجا بچه امیرالد چست پلیت آهنی شاید داشته باشم اما نمیدونم. چست پلیت آهنی شاید داشته باشم، یادم نیده چون من خیلی وقت نازم بود دارم. یک شلوار میدست شلوار خودتون میفهمید. از یه نوعی که خب نمیشه گفت. خستم بچه خواب بیدار شدم یادم اومد باید ویدیو بذارم. چه خوابی بودم داشتم میترکم ولی دیگه مجبور شدم. دیگه چی کار باید کنم ها؟ شما بگین تو قسمت کامنت ها بهم بگین باید چی کار میکردم ها؟ من بگین همه بچه ها. خب دیگه تا من یه جایی بلاک میکنم شما هم دیگه نمیدونم هر که دوست داریم بکنین. خب بچه ها سلامی دوباره. تا شما نبودی من اینا رو به دست آوردم بچه. یه اسپانر رو یه تخم اسکلتون به دست آوردم. خیلی خوب چیزه بچه. یه چیز همین یه ویلیجر دیدم افتاد پایین ولی تونستم ازش یکم رنگ بخرم. خب دیگه بدون هیچ پرحرفی میرم سراغ بقیه کارم. ناز بیام درخت رو قطع کنم بیام نه بیام فعلا من کارهای مهمتری دارم. خاک باید برم شاید تو چست رو من نداشته باشم. خاک هرچی خاک داشته باشم میارم اینجا. یا شایدم صبر کنید من در حال آها فهمیدم باید چیکار کنم. میایم بیرون. خب میایم داخل خونمون. میایم اینجا تو خونه خوشگلیه. خب اینجا بوه شوخی دومه خب میفونم یه لازم دایمند دارم اتونیم ولی این شبیه دایمنده. واو قشنگ لپیس سب کنم اینجا اینا رو تبدیل به اسلپ کنم. این هم از این. خب حالا میایم اینجا یه مکانی برای خودمون در نظر بگیریم. آتیش رو باید دور باشم. خب حالا میایم اینجا اینا رو میزنیم به جای این. خب حالا میایم اینجا رو کاری میکنیم. اینا این 1 2 اینا میذارم به جای این اینم از این اینا رو همین کار میکنم. دینگ دانگ بوم دیش. خب میذارم اینا یادم باید اسلپ استفاده میکنم. حالا نه دیگه اسلپ هم تموم شد. حالا هم چوب بزنم و خوشبختانه چوب اینجا هست. نازی بود بیفتم زندگی پول این آهنم یه بدون آهن
یکم چیز دارم آهن دارم فکرم داشته باشم، البته من زیاد مطمئن نیستم داشته باشم. خب پس من درخت ها قطع میکنم شما. خب درخت ها قطع کردم، خوکم خیلی صدا میداد، پشتش به من بود. بیادب 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 بود. خب اینو میگم این دفتر سختن ندارم، پس همینجا گفتم دید همین دستی کم نگیره. من وای نازی بود بیفتم. خب اینم از این. حالا اسپانر و تخم سه تا اینم این از این. وای اشتو اسمان اصلا میشه خراب کرد. خواهی بسرم نه دیدین گند زدم. اینجا میکنم یمن. نه بچه درخت میکنی درخت بکاریم، خیلی بسته طبیعت خراب میشه. باید ما به حفظ طبیعت کمک کنیم. بعد باید به حفظ طبیعت کمک کنیم. چه کمکی کردیم به حفظ طبیعت؟ چه طبیعتی تو شدی که میگی محافظت؟ باید بریم بخواب درخت. الان من با اینا باید چی کار کنم که الان نمیدونم باید با اینا چی کار کنم. سوختم با آتیش گرفتم، اصلا میرم میخوابم، کپلالام میذارم، اصلا چی کار کنم؟ نباید چی کار کنم؟ با خدا بهم بگین، خواهش میکنم صبر کنین یه لحظه. الان رسیدیم روز 14. آره روز 14 ایمو خیلی چیز دیگه که فرا نکنی ها. دیگه دارم میمیرم از دادن نهالت. خب اینا رو دیگه میکنم اینجا. یا اصلا فراموش کنیم. چی گفتم؟ چی گفتی؟ خدا میزنم تو دهنم. آقا اصلا تسلیم دیگه جون یکی جایی بود دهنمو سرویس کرد. یکم ریسکیه ولی دیگه باید چیکار کرد؟ ماینکرافت ریسک داره. ریسک ماینکرافت ریسک داره. خب هم نه ایامتین تو چه قشنگی، ایامتین تو چه قشنگی، تو چه قشنگی، آمتین چرا همه اینطور بلایی به سرت میارن. دیم چون آهن دارم که لحظه میرم یا چیزایی بچه میخوام منظم کنم وسیله هاما. پس الان من باید کل این وسیله هاما الان وسیله دارم که اصلا خودم هم نفهمیدم چی گفتم. ولی خب به هر حال دیگه آدم باید بفهمه، یه پلیر ماینکرافت هم ناسلامتی باید بفهمم دارم چی کار میکنم. نباید بفهمم نباید. پس باید چرم میخوام 2 تا استیک دارم، چرم ولی ندارم. خب برای مشکل الان چرمم دونی نمیدونم مشکل چرم رو باید چیکار کنم. الان استیک داریم 10 تا. خوب به اندازه یه دونه میشه داریم. هنوز یه استیک نداریم. نداریم خدا واقعا نداریم. خب
اگه سالم شدم باید چیکار کنم؟ بچه کامنت بذارین باید چیکار کنم؟ 1 2 آپتین بیو شد. خدا حافظ. دوبس و 2 تا گلدن اپل دارم. هورا 2 تا گلدن اپل دارم. 2 تا گلدن. الان 3 ساعته دارم دنبال چرم میگردم. چی شو من نمیتونم این چرم لعنتی ها پیدا کنم. خب اینا میذاریم اینجا. این آهن دارم؟ آهن ندارم. الان مشکل آهن هم داریم. وسیله با ارزش مثل گلدن اپل. این دیگه وسیله های با ارزش هم مثل کفش، کمون. خب اینا رو میذارم داخل این چست. گلدام TNT هم خیلی مهمه. پس چست پلیت، کفش، کلاهام اینا میذارم تو قسمت زره هم. خب بیشترشون زره هم. خب مثلا دیگه چی ها میخوایم؟ گلدن اپل خیلی با ارزشه. اینا هم اینا میذاریم دیگه. اینا کلا اینا چیزای اینطوری شکلن. نمیدونم چطوری بگم. خب ولی لپیزا هم کنار هم. باید صدا شنید سری برم بخوابم. اونم خراب میشه. یکی درختی رشد کرد بخوابم. امیدوارم زیاد خیس نشده باشه. بارون رفت تمام شد. ترس نداشت. بچه باید آهن نیست دارم. نه نمیدونم بچه آرمورا من میدونم داخلی چون آرمورا زیاد ندارم. پس آرمورا میذارم توی این چیزای با ارزشی که مثل اونطوری نیستن. اینجا این با ارزشه. اینا هم که میذارم توی اون. اینا با ارزشان وسایل با ارزش. اینا هم میذارم اینجا. من گذاشتم شون اونا گذاشتم. خب اینا میذارم اینجا. خب بچه ها الان باید زغالم دارم دیگه. وسیله ابزار سازی مثل استیک. اینجا ابزارم خیلی دارم. یه لحظه الان فکر کنم باید چیکار کنم. خب فهمیدم باید چیکار کنم. اینجا بلاک های خرت و پرت ها میذارم. خرت و پرت هم میکنم بلاکن. چیزا اینجایی بذارم باید. خب اینجا بلاک های خرت و پرتن. این تو قسمت چوبه. پس خرت و پرت ها میذارم توی این. حالا اونایی که بلاک اینا هم باید خالی کنم. چسته رو برف نمیخوایم. برف رو میذاریم توی این دستم که آزادانه. خیلی حول میده برف بازی. تو 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. خب تموم شد. الان دیگه این تموم. خب اینا رو میذارم اینجا. اینا میذارم اینجا. خب اینا رو میذارم اینجا. اینا تبدیل به بلاک کنم. داری میذارم تو بلاک های با ارزش دارم. تبدیل به بلاک کنم کمتر جو میگیره. حالا هرچی خودم خیلی سلام میدونم. یکی اینا رو میذارم اینجا. خب میذارم الان میرم اینجا چیز با ارزشی ندارم بجز این. بعد اینا نه اینجا که زره ها من باید حفظ کنم. اینا چیز کار سخته. باید اینا حفظ کنم. واقعا کار سخته. من نه بچه
کامنت بذارین یادتون نره. اینجا میخوام اینجا کیناس، اینجا چوب شو. بچه ها وقت فیلم برداری تموم شده. البته 15 دقیقه، حالا اشکالی نداره. اشتغال داره نگه